سلام به دوستای خوبم. اومدم با قسمت 4 از کتاب در پس نقاب. برای اطمینان از حدس و گمان عجیبی که به سرم افتاده بود به جانب رفیقش نگاه کردم، اما اون مرد همچنان با چهره منجمد و بیروح زل زده بود به من. حس می کردم هر واکنشم یا حتی هر واژه‌ای رو که به زبان میارم با دور کند و بسیار با حوصله مرور میکنه، درست مثل بازبینی فیلمی با سرعتی کندتر از حد معمول. طاقت نداشتم بیشتر از اون جلوی خودم بگیرم و بروز ندم چقدر از این نگاه ثابت و مرموز متنفرم. یعنی اگر دست از ادامه رفتارش بر نمی داشت ممکن بود صبر و حوصله‌ام ته بکشه. با مشت و لگد و ناسزا به جانش بیفتم. خودم هم می دونستم لگد پرانی پر درد سرترین کاری خواهد بود که ممکن است از یک متهم سر بزند. باید هر طور بود جلوی از کوره در رفتن خودم رو می گرفتم. به همین خیال با آهنگ کلامی که به هیچ وجه خوشایند نبود رو به رفیق کاراگاه گفتم: اگه در نظر داشتید که حتی یه سلول سرطانی بدخیم رو کشف کنید تا الان دیگه باید به نتیجه می رسیدید. هرچند هنوز نمیفهمم دلیل این که عین یه میکروب خطرناک کشف نشده منو گذاشتید زیر میکروسکوپ چیه؟ انگار نه انگار که چنین حرف یا اعتراضی رو شنیده. تنها واکنشش به جملات معترضانه‌ام فقط 2 بار موجه زدن بود. نه تغییری در عضلات صورتش به چشمم آمد، نه حتی تکانی خورد. باز با همان نگاه خیره زیر نظرم داشت. پشت سر گذاشتن این همه اضطراب و سردرگمی فرسودم کرده بود. به خصوص که رفیق کاراگاه همچنان با چشم سفیدی براندازم میکرد. مطمئن بودم این رفتارش بیدلیل نیست. از این فکر احساس دلاشوبه و تهوع کردم. برای آنکه کمی بر خودم مسلط شوم، لااقل از میزان دل آشوبه‌ام کم کنم، سرم را به پشتی مبل تکیه دادم. چشمهایم را بر هم گذاشتم و با لحنی به ظاهر ملایم اما پر از نیش و کنایه خطاب به کاراگاه گفتم: از این رفیق بادیگاردتون که پاک ناامید شدم، چون ظاهراً قوه ناطقش کاملاً تعطیل میزنه، ولی اگه خودتون هوس کردین 4 کلام حرف حساب بزنین خبرم کنید. تا اون موقع شاید بد نباشه یه چرتی بزنم. با چشمهای بسته شنیدم جهانگیری میگوید اگه از حرف حساب منظورتون به حکم و اینجور چیزاست، مطمئن باشین لازم باشه اونم به راحتی میگیرم، ولی در حال حاضر به این هدف نیامده که مزاحمتون بشیم. با شنیدن این خبر نفس راحتی کشیدم، اما از ترس اون که برق نگاه پر از رضایت و خوشنودی‌ام را ببینند دستم برایشان رو بشه با همان چشمهای بسته فکرم گذشت: نکنه اینا اصلا پلیس نیستن، شاید حتی اون کارت شناسایی هم قلابی باشه. حدس تازه‌ام باعث شد از جلد شیر خفته بیرون بزنم. چشمهایم را باز کردم، ابروهایم را در هم کشیدم، با لحن تندی گفتم: پس حرف آخر بگید و خلاص. ما به کمک شما احتیاج داریم. ذهنم مثل فرفره دور خودش چرخید، بلکه به جوابی برسه و عاقبت با تردید پرسیدم: چجور کمکی منظورتونه؟ و همان وقت از ذهنم گذشت شاید مورد شخصی یا خانوادگی دارن و میخوان که از طریق ما مچ کسی رو بگیرن. اما جواب کارگاه چنان متحیرم کرد که ناخواسته روی مبل سیخ نشستم و زل زدم به او. منتظر جوابم ماند، اما من فقط جمله او را برای خودم زیر لب تکرار کردم: دستگیری یه باند قاچاق. سرم به علامت تایید خم شد و من با تردید پرسیدم: قاچاق چی مثلا؟ همه چی، قاچاق مواد، اعضای بدن، دختران فراری و حتی عتیقه‌جات. به عبارتی هر چیزی که بشه ازش پول کلون در آورد. آب دهنم را بلعیدم. به زحمت فشاری به زبانم آوردم تا توانستم بپرسم: متوجه نشدم منظورتون از کمک چیه؟ اگه قبول کنید همه چی رو مفصل براتون توضیح میدیم، و اگه قبول نکنم قبول میکنید. از کجا انقدر مطمئنید؟ چون اگه قبول نکنید ممکنه هم خودتون هم همکاراتون توی مخمسه بیفتین. تهدید میکرد، اما حالا که مطمئن بودم هنوز مدرک علیه ما ندارن، به نحوی بارز زبانم تیز و برنده تر از قبل شده بود.
نگاه خیره و مداوم همراه کاراگاه هم که مزید بر علت شده حسابی توپمو پر کرده بود. همین شد که بیقرار و کلافه به سمت مرد کناری نگاه کردم و با حرص فریاد کشیدم: بس کنید دیگه، دیوونم کردین. چی میخواین از جونم با این نگاه لعنتی که مثل مته فرو کردی تو صورتم؟ برای اولین بار با صدایی که در حین ادای هر کلمش تون زیر و بمی میگرفت جواب داد: زیر نظرت گرفتم چون باید از تیزهوشی، جسارت و شجاعتت مطمئن بشم. لبم رو به بالا انحنا برداشت. همزمان چشمم کمی جمع شد و با قیافه‌ای که مطمئناً بی‌شباهت به عقب مانده های ذهنی نبود پرسیدم: چی؟ کاراگاه خونسرد و موقر توضیح داد: میخواد مطمئن بشه به قدر کافی روی رفتارتون تسلط دارید. با هر اتفاق کوچیکی دست و پاتون رو گم نمی کنید. البته یه مقدارش هم واسه اینه که ذهنتون رو بخونه تا بیشتر باهاتون آشنا بشه. کمی براندازش کردم. به سرعت از ذهنم گذشت: همه رو برق میگیره، ما رو چراغ نفتی. ببین تو رو خدا گیر چه آدمای گاگول بیکاری افتادم. و به تلافی اون همه حرص و جوشی که بی دلیل خورده بودم پوزخندی زدم و رو به رفیق کاراگاه گفتم: چه عالی! پس دیگه الان شاخکاتون آنتن داده چی در مورد شما دو نفر فکر میکنن؟ او با همان نگاه نافذ و تون صدای پرجذبه‌اش جواب داد: کاملا مشخصه دارید فکر میکنید با 2 آدم علاف، ابله و البته مزاحم روبرو شدید. درست به هدف زده بود. دست مریضات داشت. اما بعد از پشت سر گذاشتن دنیای اضطراب و خودخوری آنقدر بی‌حوصله و کلافه بودم که فقط میخواستم هرچه زودتر از شر اون 2 نفر خلاص بشم. ناچار به جای تصدیق حرفش فقط اخمهایم رو در هم کشیدم و گفتم: برام مهم نیست بدونم چیزی دستگیرتون شده یا نه، ولی دارم فکر میکنم که... رفیق کاراگاه باز با همون صدای پر و زیر و بمش نطقم کور کرد. میان جمله نیم بندم گفت: برای ما چندان مهم نیست شما چی فکر میکنید یا نمیکنید. مهم اینه که جای این که این همه بحث و جدل بیهوده انجام بدید هرچه زودتر پیش بریم تا به نتیجه دلخواهمون برسیم. از حرص فکهایم روی هم جفت شد. صدای برهم ساییده شدن دندانهایم را شنیدم. داشتم برای به پا کردن یک گرد و خاک حسابی آماده می شدم که کاراگاه با لحن شمرده و محترمانه ای گفت: خانم نجفی، ما واقعا به همکاری و کمک شما نیاز داریم. از سر لجاجت و کجخلقی هر 2 شانه‌ام را بالا دادم. مثل طوطی لحن رفیقش را تقلید کردم: برام اصلا مهم نیست شما به چی نیاز دارید یا ندارید. فقط میخوام هرچه زودتر از شر این ملاقات خلاص بشم. هرچه زودتر بهتر. جهانگیری متفکر و خسته دستی به پیشانیش کشید و زیر لب گفت: لطفاً تا آخر به حرفامون گوش کنید. باور کنید ما به کمک شما نیاز داریم و روش حساب کردیم. کارگاه جذابیت خاصی داشت که آدم را وادار می‌کرد بی اراده به حرفایش توجه کند. اما باز هم به لج رفیقش جواب دادم: خدا حاجتتون روا کنه که بی نیاز از غیر بشید، ولی محض اطلاع، من یکی با پلیس جماعت میونه‌ای ندارم. حتی تو عالم بچگی هم از همشون بدم میومد، چه برسه به حالا. باز هم رفیق کاراگاه دخالت کرد: احتمالاً ترسیدن به جملتون بیشتر میخوره. باید میگفتید از همشون میترسیدن. با سماجت به چشمهای زیرک و مکارش زل زدم. از لای دندانهای به هم چسبیدم با نفرت گفتم: همتون یه مش آدم بی ارزه و دست و پا چلفتی هستید. ترسیدن جلوی شماها افت داره. نگاه مبهوت و ناباور کاراگاه روی صورتم ماند و پرسید: با ما بودید؟ ماها بی ارزه‌ایم؟ به خوبی میدانستم پلیس نتوانسته هیچ سرنخی از قاتل حسن پیدا کنه. یعنی خیری که از این جماعت ندیده بودیم، ولی شرشان رسیده بود. اونها فقط چند روزی موی دماغ خانواده ماتم زده حسن شدند. حتی 1-2 بار هم ممل و کریم را سیمجیم کردند. در نهایت هم دست از پا درازتر رفته بودن پی کارشان. تفلکی بچه‌ها مرا و معرفت گذاشته بودن و پای منو وسط ماجرا نکشیدن. میدانستن ممکن است برایم درد سرساز باشه. شکر خدا پلیس ها هم نتوانستن ردی از من بزنن.
در اصل زدن رد من و نشانی از من و روابطم با حسن و بچه‌های دیگر کار چندان آسانی هم نبود. ظرف سالهای اخیر به واسطه کاسبی نه چندان مرسومی که برای خودم راه انداخته بودم، در رفت و آمد با بچه‌ها همه جوانب کار را می‌سنجیدم. معمولاً دیدارهایمان در خفا و خیلی خیلی دیر به دیر انجام می‌شد. از قدیم‌ها همینطور پیش می‌رفتیم، تازه آن هم با 1000 قید و بند و مکافات. خلاصه که عاقبت پلیس‌های دست و پا چلفتی و پرمدعا کاری از پیش نبردند و به ناچار دست از سر خانواده و دوستان حسن برداشتند. یعنی همه هنرشان فقط چزاندن خانواده حسن بود، وگرنه قاتل حسن هنوز داشت برای خودش راست راه میرفت، بی آنکه حتی رد پای از او پیدا کرده باشند. البته حتی قبل از ماجرای قتل حسن هم هیچ وقت ذهنیت روشن و مطمئنی نسبت به این دار و دسته نداشتم. حالا که دیگر هیچ، یعنی با هر ارگانی که میشد اسم پلیس روی آن گذاشت چپ افتاده بودم. آیدی همین ذهنیت خرابم سبب شد تا به محض شنیدن جمله معترضانه کاراگاه ناخواسته به قالب فری فرو برم. در اون قالب دیگر به هیچ وجه تحمل درآوردن ادای خانم‌های متین و با وقار را نداشتم. پایم حسابی روی بیل رفته بود. نه پس ننه جون من بی‌عرضه است. خب معلومه با شما هستم. بی‌انصاف نباشید خانم، امثال ما جون به کف. بی‌حوصله تر از قبل وسط حرفش پریدم. شعار نده جناب کارگاه، اینا همش حرف مفته. شماها تا بیایید حساب دو تا چارتای قانونی بکنید و از موافق دستور بگیرید و به 1000 جور کاغذبازی مسخره وقت تلف کنید، هر کی هر غلطی بخواد بکنه کرده و رفته پی کارش. شما که همیشه خدا بعد از تموم شدن صحنه دزدی و جنایت و 100 جور کوفت و درد بی درمون دیگه آجیل کشون و پر سر و صدا از راه میرسید، تازه اون وقتم از جایی که دستتون هیچ جا بند نیست و طبق معمول دیر به قائله رسیدید، هی گیر سپیچ به همون آدمایی که خودشون شاکیان میدید. اسمشم میذارید شم پلیسی، پیگیری جز به جز و بازسازی صحنه جرم و این حرفا. خلاصه که اند سوتی هستید همتون. راستشو بخواید باید بگم با دیدن پلیسا بیشتر از اینکه بترسم خندم میگیره. بس که پخمه تشریف دارن همشون. تفلک کاراگاه با همان دهان باز به من زل زده بود، اما رفیقش به جای اینکه جواب توهین هامو بده با آرامش پرسید یعنی حتی کنجکاو نشدی بفهمی قضیه چیه که ما اومدیم سراغت ازت کمک میخوایم؟ روی کاراگاه رو کم کرده بودم، اما این رفیقش پرمدعاتر از این چیزا بود. پوزخندی زدم و این بار به او حمله کردم. چه قضیه‌ای پسر خاله؟ شما بفرمایید ما بگوشیم. نمیدونم در رفتار یا شاید طرز برخورد رفیق کارگاه چه چیزی بود که من را بی دلیل جری می کرد. باعث می شد ناخواسته و بی دلیل با او سر جنگ داشته باشم. کارگاه با حیرت تکرار کرد پسر خاله؟ با سر نیم اشاره به رفیقش کردم و حق به جانب گفتم آخه نه به اون نیم ساعت اول که این همکارتون رسما کرولال تشریف داشتن، نه به اینکه چای نخورده یهو پسرخاله شدن. گفتم حتما نسبتی داشتیم که مخلصتون از خاطر برده. دوباره سرم را به سمت رفیق کارگاه چرخاندم و با تکان دادن سرم به چپ و راست تکرار کردم داشتید میفرمودید پسرخاله، فرض بفرمایید بنده الان سر و پا کنجکاویم. اشتباه میکردم. رفیق کارگاه از من هم پرمدعاتر تشریف داشت، چون بی آنکه نگاه مستقیمش را از صورتم جدا کند جواب داد قضیه قابلداری نیست، فقط بحث سر یه چندتای جنایت وحشیانه است. بهت زده هر دو نفر آنها را برانداز کردم. تازه احساس خطر به جانم افتاد. همین شد که این بار کاملا رفتم توی جلد فری و گفتم ببین داش، محض اطلاع حاجیت هر غلطی هم تا امروز کرده باشه یا حتی من بد بکنه، اهل این یه قلم خلف نبوده و نیست. از اول بهتون گفتم اشتباه گرفتید، نگفتم؟ نگاهی ما بین کارگاه و رفیقش مبادله شد. باز رفیق کارگاه به جای پاسخ سوالم به شکلی غافلگیر کننده و ناگهانی پرسید ببینم تو کسی به اسم فلاح میشناسی؟ حسن فلاح، معروف به حسن تابتا. برای 100 ثانیه‌ای همه جا جلوی چشمم سیاه شد و نام و یاد حسن ذهنم رو به خودش کشید. جسد سوخته و جزغاله‌اش به یادم آمد. روز دفن و
خاک سپاریش. به سختی جلوی مرور خاطرات تلخم را سد کردم. اوضاع قمر در عقرب تر از این چیزی بود که خیال می کردم. حس فرو رفتن در دسیسه‌ای که نمیدانستم چیست دم به دم در ذهنم پررنگ تر می شد. شاید در رابطه با قتل فجیعانه حسن به من و بچه‌های گروه هم مشکوک شده بودند. شاید هم یه طوری رد منو به عنوان دوست حسن زده بودند و حالا اومده بودند سر وقتم به نیت بازجویی. شاید هم فکرم از کار افتاده بود و شایدهای بعدی توی سرم جا نمی گرفت. هرچی بود مطمئن بودم تا وقتی به نیت و هدف اصلی آنها پی نبرم صلاح نیست اطلاعات موثقی از خودم و دوستانم یا هر چیز دیگری به آنها بدهم. ناچار بودم هر طور که هست حرفها و حتی واکنشهایم را کنترل کنم. برای تسلط بر همه اینها باید فرصتی به خودم میدادم. پلک‌هایم را بر هم فشردم طوری که مثلا دارم فکر میکنم. کمی پیشانیم را مالیدم و زیر لب تکرار کردم حسن، حسن فلاح، حسن. در همان حین تا حدی بر رفتارم مسلط شدم و تصمیم آخرم را برای انکار جدی و محکم هر نوع آشنایی با حسن گرفتم. باید بلوف میزدم بلکه کارساز باشد. وقتش بود که جواب او را بدهم. پلک‌هایم را باز کردم. مستقیم و بدون کوچکترین تردیدی زل زدم به صورت آن مرد و محکم و قاطع گفتم کسی رو به این اسم خاطرم نمیاد. هنوز کلمه آخر از دهانم بیرون نیامده بود که رفیق کارگاه مثل فنری که از جا در برود سر پا ایستاد و خطاب به دوستش گفت خودشه، همونیه که دنبالش بودیم. از حرکت ناگهانی و غیرمنتظره او یکه سختی خوردم. یعنی بیشتر از اینکه بترسم بهت زده شدم. اما کارگاه جهانگیری بی توجه به بهت و حیرت من تاکید کنان پرسید یوسف مطمئنی بعدش دبه در نیاری یه وقت؟ و تازه فکرم کار افتاد که ای داد بیداد، اینا فکر کردن قاتل حسن رو پیدا کردن. حالا چه گلی به سرم بگیرم؟ یعنی از اولش دنبال من بودن و من خنگ نفهمیدم. با این فکرها نتونستم جلوی دهنم بگم. پریدم وسط حرف کارگاه گفتم چی و خودشه؟ ببین در این دستی برام پاپوش. رفیق کارگاه بی توجه به من و اعتراضم طوری که انگار بردباریش را از دست داده حرفم رو برید. رو به جهانگیری قاطعانه جواب داد مطمئن باش پسندیدم. جلب رضایتشم با خودت. به نتیجه رسیدی خبرم کن. یک دفعه از زبان افتادم و نگاهم شروع کرد بین آن دو در رفت آمد. گوشهایم تیز شده بود اما فقط میشنیدم و در عمل از درک و فهم حرفهای آن دو عاجز بودم. درست مثل مسافری که از مریخ که تازه پا به کره خاکی گذاشت و به هیچ وجه از حرفهای زمینی ها سر در نمی آورد، هنوز همانطور گیج و منگ نگاهم بین آنها دو میزد که متوجه شدم رفیق کارگاه به طرف در آپارتمان می رود. بدون فکر قبلی جستی زدم، با 2 قدم بلند خودم رو جلوی راه انداختم. با تحکم فرمان دادم صبر کن ببینم. ایستاد و با همان چهره بی تفاوتش که هیچ حالتی در آن نبود زل زد توی چشمهای من. سرش نیمه فریادی زدم. اوهای آقاه، راستی خیال کردی اینجا خونه خاله است؟ سر خود راه گرفتید اومدید توی ملک شخصی، یه مش اراجیف تحویلم دادید، بعد کاری کردین که یه نیم سکته رو رد کنم. حالا هم همینطور سرت انداختی پایین و برو که رفتی؟ از کی تا حالا مملکت انقدر بلبشو شده؟ بی آنکه نگاه ثابتش را از صورتم جدا کند سرش را به سمت رفیقش اشاره رفت و گفت برات توضیح میده. خواستی یا علی بگو بیا کمک، نخواستی هم خیر پیش، هیچ اجباری در کار نیست. نمیدانم چرا میخواستم جلوی او خودی نشان دهم یا بی دلیل به پر و پایش بپیچم. شاید با آن سکوت مرموز و نگاه‌های خیره و اعصاب خرد کنش بیش از حد متعارف تحریکم کرده بود. به هر دلیلی که بود دست از سماجت بر نداشتم. جلویش ایستادم. با لحنی که سعی میکردم به قدر کافی ضایع کننده باشد گفتم نشد دیگه رفیق. 2 نفره اومدید، یکی ایستاد تماشا، اون یکی هی تک زد و حال ما رو گرفت. حالا هم خیالی نیست، هرچی بوده گذشته، ما هم بیخیل و پاتک میشیم، اما به شرطی که همین الان دست این رفیقتم بگیری و زحمت کم کنی. فکر کنم خودتونم به اندازه من از این بازی مسخره خسته شده باشید. پس هر دو به اتفاق هری. بی توجه به لحن تند و بی ادبانه‌ای که از عمد به کار بسته بودم، با آرامشی که در صدایش نشسته بود جواب داد. ببین چی میگم. کاری که ماها در نظر داریم سر و صدا بردار نیست، چون هم جون خودمون در خطره، هم ممکنه جون خیلی های دیگه هم
به موقعیت و موفقیت و عدم موفقیتمون بستگی داشته باشه. منم خیلی گرفتارم، باید هرچی زودتر برم دنبال کارام. مسعود مسائل اولیه رو برات توضیح میده. سر فرصت منم زیر و بم چیزای بیشتری رو که باید بدونی برات میگم. خوبه؟ میدونستم همه آرامش صداش برمیگرده به اطمینان از درستی کاری که میخواد انجام بده، اما باز هم نتونستم حیرتم پنهان کنم. بی خیال صحت و سقم تصمیمات این دو مزاحم پوزخندی زدم و معترض شدم. هی، پیاده شو با هم بریم. کی بهت گفته من واسه همکاری با شما اعلام آمادگی کردم؟ من اصلاً حوصله‌ام نمیکشه با امثال شما حرف بزنم. بعد جناب عالی قدم‌های بعدی نقشه‌هاتو برام تشریح میکنی؟ دل خوش سیری چند با. باز هم هیچ علامت یا نشانه‌ای در چهرهش هویدا نشد. حتی عضلات صورتش تکان نخورد. نه اخمی نه لبخندی. فقط با همان نگاه بیروح و ثابت به چشمهایم خیره شد و جواب داد: قبول میکنی؟ مطمئنم. رو چه حسابی اینقدر مطمئنی؟ چون میدونم خیلی بیشتر از من دلت میخواد قاتل حسن به چنگ عدالت بیفته. با اینکه مطمئن بودم لو رفتم و اونها کاملا از روابط من و حسن با خبرن، باز هم با سماجت گفتم: یه بار گفتم بازم تکرار میکنم، من این بابایی که میگی رو نمیشناسم. حالا هی گیر سپیچ بده ببین کجای دنیا رو میگیری. این بار تبسمی محو گوشه لبهایش نشست. مثل برق هم ناپدید شد. همین قاطعیت و محکم بودنت باعث شد فکر کنم همکارای خوبی میشیم، ولی دیگه تا همینجا کافیه. لازم نیست بیشتر از این انکار کنی. اینجا جونت در خطر نیست، اما مأموریتی که برات در نظر داریم به این سر نترس و قاطعیت نیاز داره. دیگر کاملا ملتفت شده بودم که نباید بیشتر از آن خودم رو ضایع کنم. اونها همه چیزو میتونستن. ناچار با لحن سرخوده‌ای پرسیدم: که اینطور؟ پس حتما کتابچه زندگیم دست شما هست و خط به خطشو از بری. به هیچ وجه اینطور نیست. ما فقط یه سری اطلاعات جزئی در مورد آشنایی تو و حسن داشتیم، ولی اگه چیزی هم نمیدونستم قیافت لط میداد. این دیگر از محالات بود. اخمهایم را در هم کشیدم. با خشونت جواب دادم: جفنگ نگو، من هیچ واکنشی در مورد اسم حسن نشون ندادم. حق داری، کنترلت بی‌نظیر بود. واسه همینم بلافاصله بعد از به میون اومدن اسم حسن مطمئن شدم به درد پروژه ما میخوری. چه روی داری تو بشر؟ همین الان داشتی میگفتی قیافم لوم داده؟ اینم درسته، چون برای مدت خیلی کوتاهی، شاید چیزی حدود 100 ثانیه، چهرت رو غم گرفت. ابروهات از داخل به زاویه کوچیک برداشت و پلکات افتادگی پیدا کردن. این واکنش توی ناخودآگاه هر آدمی وجود داره، حتی اگه یه بازیگر کارکشته و قهار باشه. حالا اجازه مرخصی میدی؟ داره دیرم میشه. تازه داشتم رمز اون نگاه‌های نافذ و استخوان‌سوزش رو میفهمیدم. او از تمام حرکات و رفتار من در مغزش به سرعت اسکن کرده بود. به همان سرعت هم تجزیه و تحلیل. برای اطمینان از حدسم پرسیدم: پیدا شدن اون سوسک روی شونه منم یه آزمون بود، درسته؟ با همان قیافه یخ و خشک جواب داد: خودم گذاشتم رو شونت. زل زدم توی صورتش و گفتم: یه سوال دارم، بعدش به سلامت. بگو. اینطور که فهمیدم شماها دنبال یه بازیگر حرفه‌ای برای ایفای یه نقش مهم هستین. بعدش رو حساب حرفای خودتون این بازیتونم همچین یه نموره خطرناک میزنه. حالا اگه به این راحتی دستم پیش شماها رو شده، از کجا معلوم که باز همین اتفاق نیفته؟ نکنه کمر به قتلم بستین؟ با اطمینان و محکم جواب داد: حسم میگه بازیگر خوب و قابلی هستی. منو به شمار نیار، چون یه جورایی توی این شرایط همون شم مزخرف پلیسیم فعال میشه. اما غیر از این هم باشه، فعلا گزینه بهتر از تو سراغ نداریم و تو برای ایفای این نقش بهترین شرایط رو داری. جوابم رو گرفته بودم. کشته هم می شدم مهم نبود. در حال حاضر برایشان بهترین گزینه بودم. طبق قولم از سر راهش کنار رفتم، گفتم: به سلامت. او هم بی آنکه پاسخی به من بدهد خطاب به رفیقش گفت: مسعود جان، ادامه‌شو بیرون صحبت کن. میدونی که این کار ریسک بردار نیست. حواسم هست.
اگه به توافق رسیدید خبرم کن. باشه حتما، ولی قبلش یه چند دقیقه بیس کار واجبت دارم. کارگاه با این حرف به سمت رفیقش رفت. چند دقیقه کنار گوش او با صدای کوتاهی حرف زد و بالاخره رفیقش در حین دور شدن از او با اطمینان و صدای بلندی جواب داد: به من اطمینان کن، فقط پیگیریش با خودت. تا قسمت بعدی، خدا نگهدارتا.